برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. سلام و درود صمیمانه به یکایک شما تماشابینان عزیز گرامی. با کمک پروردگار کریم و منان و حفظ سالی تمام برنامه تحلیلی دیدگاه را آغاز میکنیم. در برنامه امروزه درباره حسابات حاصل کارتاشکه، حسابات جناب وزیر واهیم خواجه و تکنولوژی نو صحبت میکنیم. اگر خواهش شناس شدن به وزیر واهیم خواجه داشته باشید، مرحمت برنامه امروزه را پیگیری کنید. سلیمان ضیازاده وزیر کشاورزی تاجیکستان که تازه به کابینه حکومت وارد شده است، روز 9 فوریه در اولین نشست خبریش به حیث وزیر چند دعوا و وعده های سنساسیونی کرد و نشان داد که کار حکومت با بیک صبور و نورالدین سعید تمام نمی شود. ما دعوای او را مبنی بر اینکه هر خانواده تاجیک ذخیره 2 ساله و برخی حتی 3 ساله دارند، در یک برنامه دیدگاه تحت عنوان پرواز بلند تمساح به رشته تحلیل کشیده بودیم و در این باره با شما صحبت کرده بودیم. این اظهار پررویانه وزیر که پرواز تمساح را وقت رئیس گفته است تصدیق میکرد، واهمه دیگرش را از نظرها پنهان داشت. دعوای دیگری سنساسیونی انیخترش پا در هوای وزیر واهیم خواجه این بود که وعده کرد سال جاری 1,400,000 تن کارتاشکا استحصال خواهد شد. 1,400,000 تن. از این دعوای وزیر واهیم خواجه شاید کسی دیگر یاد نمی کرد اگر ناگهان خبر دیگری درباره حاصل کارتاشکا منتشر نمی شد. تماشابینان گرامی، شاید دلتان تنگ شد که این خبر اضافه نویسی فانتاستیکی در کارتاشکا کاری چی باشد. وزیر در نشست گفته بود سال 2020 در تاجیکستان 1,020,000 تن کارتاشکا استحصال شده است و اکنون که همین وزیر سلیمان ضیازاده به کرسی کشاورزی رقم 1 کشور تکیه زد، امسال حاصل به 1,400,000 تن رسانیده می شود. یعنی 40% می افزاید. اما این واهیم خواجه شرح نداد که چگونه می خواهد به این جهش فانتاستیکی برسد. برعکس بدون شرح به همین واهمه‌اش شاخ دوم هم علاوه کرد، شاخ دوم هم چسباند. وزیر گفت که امید داریم که در سالهای بعدی ما به کشورهای منطقه همه ساله تا 300,000 تن کارتاشکا صادر میکنیم. در گمان است که وزیر به این دعواهایش شرح داشته باشد، چون در صنف 9 یا 10 الکی خوانندگان مکتب هم میدانند که زیاد کردن حاصل با 2 راه امکان پذیر است: بالابری حاصلناکی یا افزایش زمین کشت. متاسفانه یا خوشبختانه یک باره رسیدن به افزایش 40% در سال با هیچ کدام از این راه ها امکان ندارد. نه تنها در شرایط کشوری چون تاجیکستان، بلکه در هیچ کشور دیگری هم رسیدن به صادرات این مقدار محصولات هم شرایط و طلبات خود را دارد. اما در گمان است که وزیری که درباره بالابری حاصل در سطح خواننده صنف 10 معلومات ندارد، درباره صادرات معلومات داشته باشد. تماشابینان گرامی، شما چی گفتید؟ درست میگویم؟ در همین حال این وزیر نو واهیم خواجه اعتراف کرد که در این بخش اضافه نویسی زیاد است. وزیر گفت که در سالهای گذشته در بخش کارتاشکا پروری اضافه نویسی زیاد بود. امسال قرار گذاشتیم که مسئولین وزارت از روز کشت کارتاشکا زمین‌های کشت شده را نظارت می‌کنند و با این اقرارش ثابت کرد که واقعاً سطح معلوماتش
از خواننده صنف دهی مکتب میانه پایین‌تر است. وقتی در ساحه اضافه نویسی وجود دارد و پیش روی آن گرفته می شود، پس حاصل در کاغذ کم می شود. درست است؟ زیاد که نمی شود. این حتی شرح زیادتی طلب نمی کند، چون مسئله ساده است. اما چون سطح معلومات وزیر و تمام وزارتش معلوم شد، مجبوریم کمتر این مسئله را شرح دهیم. فرض میکنیم بخش کارتوشکا پروری 20% اضافه نویسی وجود دارد در همین بخش. پس امسال حاصل نه 1 میلیون بلکه 800,000 تن بوده است. وقتی پیش راه اضافه نویسی گرفته شد و رقم های روی کاغذ با رقم اصلی موافق گردید، امسال حاصل باید 20% کمتر شود. درست است؟ اگر وزیر واهمه خواجه سخت مهنت کرد و ساحه را پیش برد، امکان رشد 5 تا درصدی وجود دارد که در نتیجه حاصل به 840-880,000 تن میتواند برسد. اهمیت داده ایستادید تماشابینان گرامی؟ اگر واقعا اضافه نویسی 20% است و با وجود این وزیر میخواهد حاصل را به 1,400,000 تن رساند، پس او ادعا کرده است حاصل ناکی را در تاجیکستان یک باره 75% بالا برد. 75%. همین کار شدنی است؟ ظاهراً وزیر واهمه خواجه ببخشید سلیمان ضیازاده حتی همان مرگ سودخور و ارباب کمال بیگ صبور خوانده را هم نخوانده است. اقلا رنگ بیگ صبور این وزیر نو ارباب کمال هم نخوانده است، مرگ سودخور هم نخوانده است. ای وای وای. زیرا اگر اقلا همان ارباب کمال را میخواند، میدانست که تنها یک راهی 40% زیاد کردن حاصل در سال وجود دارد. به همین مقدار زیاد کردن اضافه نویسی و حداقل دعوا نمی کرد که پیش راهی اضافه نویسی را هم میگیرد. پنهان می داشت و همین کار را خودش تکرار میکرد. ببینید تماشابینان گرامی، در اصل اضافه نویسی 700% است. حیران نشوید. 700%. قبلا گفته بودیم که برای کشف دروغ‌های مقامات تاجیکستان شرط نیست تحقیقات عمیق ژورنالیستی بری. تحقیقات لازم نیست. تنها مقایسه گفته های یک مقام به مقام دیگر کافی است که حقیقت روشن شود. حجم اضافه نویسی و سطح واهمه وزیر واهمه خواجه را قربان حکیمزاده رئیس ولایت ختلان افشا کرد. قربان حکیمزاده در نشست خبریش گفت که آمار وابسته به زمین کشت کارتوشکا در ناحیه مومن آباد که در روی کاغذ دیگر و در اصل دیگر بود، باعث برکناری رئیس ناحیه طاهر امیرشاهزاده شده است. هرچند در فرمان پرزیدنت سبب برکناری او را گذاشتن به کار دیگر گفتند. فهمیده ایستاده تماشابینان گرامی؟ حتی پرزیدنت عیبی جنایتکار دزد را اضافه نویس را رست میکند و او را از کار خالی نه، از یک کار به کار دیگر میگذراند. همین که دزدیش افشا شد، اضافه نویسیش افشا شد، با امضای رئیس جمهور از یک کار به کار دیگر میگذرد. چقدر همین خیل دوست‌ها را میشناسید؟ نه کم از 10 نفر همین خیل دوست‌ها را میشناسم که شخصاً بنده. همین که دزدیش افشا شد، از یک کار به کار دیگر میگذرد. دزدی رئیس ولایت افشا شد، میبرند وزیر کشاورزیش میکنند. این وزیر رو در نظر ندارم. این وزیر حاضر را، وزیر قدیم است، این کسی که من در نظر دارم. اینش هم چندان مهم نیست.
هر منصبداری در تاجیکستان که با جنایت از کار برکنار می شود گفتیم که به کار دیگر می گذارد. رئیس ولایت ختلان در نشست مطبوعاتیش گفت در حالی که میدان کشت کارتوشک در ناحیه مومن آباد را در کاغذ 950 گکتار نوشته بودند، در اصل 6 برابر کمتر برآمد. 6 برابر کمتر. میدونید این رئیس چی گفت؟ معلومات درباره 950 گکتار را اداره زمین پیشنهاد کرد. وقت چینک نظارتی سیوم گذرانیدیم همگی 140 گکتار زمین کشت کارتوشک برآمد. بیش از 900 گکتار در یک ناحیه به اضافه نویسی راه دادند. فهمیده ایستادید؟ با اضافه نویسی شکم مردم سیر کرده می شود. کارتوشک را 100 کیلو را 1 تن نوشتید. مردم 1 تن کارتوشک می خورد؟ نه البته. ببینید در همین حال رادیوی آزادی با استناد به رئیس تازه تعیین اداره آمار ناحیه مومن آباد می نویسد که گپ درباره 1105 گکتار اضافه نویسی می رود. 1105 گکتار، نه آن طوری که اشاره کردند 900 یا 950 گکتار. یعنی امیر شاهزاده زمین کشت کارتوشک را 7 برابر بیشتر نشان داده است. 140 گکتار زمین را 1100 فلان گکتار گفته است. تماشابینان گرامی، در اصل اضافه نویسی زمین کشت کارتوشک با مومن آباد یا عموما اضافه نویسی با کارتوشک تمام نمی شود. قبلا در همین برنامه دیدگاه ما درباره اضافه نویسی 300% در کشت پخته در ناحیه 5 نوشته با آوردن دلیل های زیاد ثابت کرده بودیم که اضافه نویسی در تمام کشور در همین سطح است. البته شاید اضافه نویسی در بخش کارتوشک پروری در تمام کشور شاید مثل ناحیه مومن آباد 700% نباشد، اما از 300% پخته کمتر نیست. مینیموم 300% زیاد اضافه نویسی میکنند. تاجیکستان معیار استعمال کارتوشک را برای هر نفر 70 کیلو مقرر کرده بود. با در نظر داشته این که بیش از 2 میلیون اهالی کشور در خارج قرار دارند، برای تامین 7 میلیون باقی مانده همگی نیم میلیون تن کارتوشک ضرور است. اهمیت داده ایستاده تماشابینان گرامی، با این نشان دهنده تاجیکستان کیها باید به صادر کننده کارتوشک تبدیل می‌یافت. اما حالت چی است؟ سالانه صدها هزار تن کارتوشک وارد میکند. از پاکستان، از ازبکستان، از روسیه، از چند کشوری دیگر. سال قبل این معیار 70 کیلو نیو به 92 کیلو بالا برده شده بود. اما کارشناسان حتی به استعمال همان 70 کیلوی قبلی هم با شبهه می نگرند. ظاهراً سبب اصلی بالابری معیار کمتر کردن فرق استحصال روی کاغذ و استعمال واقعی است. تماشابینان گرامی، به تاجیکستان کارتوشک زیاد واردات می شود، اما آمار درباره حجم واقعی واردات وجود ندارد. ظاهراً مسئولین وزارت کشاورزی توانستند پیش راه نشر حجم کارتوشک وارد شونده را با کدام راه بگیرند که تا حال هیچ معلومات در این باره ارائه نشده است. حجم واردات را تنها می شود از تناسب کارتوشک وارداتی و محلی تخمین زد. تماشابینان گرامی، ساحه کشاورزی یگانه ساحه نیست که اضافه نویسی در آن جای داشته باشد.
ولی شاید آسانترین ساحه برای زیاده نویسی است، چون تفتیش ساحه کشاورزی از طرف جامعه خیلی مشکل است. همین سبب است که تنها بعد به 300% رسیدن اضافه نویسی کشتی پخته و 700% رسیدن کارتوشکا قضیه خود به خود روشن می شود. اما حتی در همین صورت هم مقامات کوشش میکنند بهانه های پیدا کنند و فقط و رقم ها را تکذیب نمایند. یکی از سبب های افزایش اضافه نویسی اگر کوشش مقامات محلی به حد اقل در کاغذ اجرا کردن سپارش های به اساس حکومت باشد، سبب دیگرش استفاده از اصول 100 سال قبلی آمارگیری است. تنها استفاده از اصول تکنولوژی نو میتوان به دقیقیت آمار رسید. اما این کار را حکومت میکند؟ نه. به نظر ما خودی حکومت در جاری کردن نوآوری های تکنولوژی چندان شتاب ندارد. همین است که رئیس جمهور بار سوم است سنه گذشتن به حکومت الکترونی را معین میکند، اما وزیران 20 سال است از کامپیوتر تنها بازی پاسیانس را میفهمند و از تکنولوژی ماشین های $200,000 را. فهمیدید؟ در کامپیوتر اینا همین قرطه بازی را میتونند، اما در تگ پا ماشین های $200,000. تماشابینان گرامی، از رسانه ها اگر خوانده باشید، در گزارش تکنولوژی و نوآوری کنفرانس سازمان ملل متحد عاید به سودا و رشد گفته شده است که در فهرست جهانی آمادگی به رشد تکنولوژی های پیشرفته، تاجیکستان در قطار کشور تیمور شرقی و کامار جای گرفته، میان 158 کشور جهان در جای 143 قرار گرفته است. در بین 15 کشوری از همه آخرین. در مجموع تاجیکستان همگی 0.1% امتیاز به دست آورده در فهرست. حتی قرقیزستان همسایه 28 زینه از تاجیکستان بالاتر است. ببینید، در صورت دقیق شدن آمار نه تنها دروغ‌های مقامات نزد مردم، بلکه نزد صدها دانار خارجی که برای رشد ساحه‌ها کمک می‌رسانند و مقامات این رشد را تنها در روی کاغذ ارائه می‌کنند افشا می‌شود. بنابراین هیچ مقام کشور به آمار واقعی منفیت دار نیست. نمی‌خواهد آمار واقعی آشکار شود و حتی بعد افشا شدن دروغش دروغ نوبتی را می‌بافد. دروغ نوبتی را میگوید. باور نمی‌کنید؟ زنده باشیم انشالله در نشست مطبوعاتی وزارت‌ها در نیم ساله اول 2021 وام می‌خوریم. سلامت باشید. تماشابینان گرامی، اینجا پایان برنامه امروزه دیدگاه است. با همین یکایک شما را به خداوند کریم و منان میسپارم. تا برنامه دیگر، خداحافظ. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه.